چرا چی طور؟ داروهای داده شما به او فایده کرد. مرا در خجالت نمانید. پولش را گیرید. مرا نرنجان لازم نیست. این چی رفتار است؟ در وقتی خوراک خوردن بی‌ادبی نکنید. معلمشون میخواد که با تو بخورد. التماس کرد که با او زنگ زنی. کدام معلمه؟ صدف علیونا، راهبر انسامبل ما. او را در یاد نداره دچه؟ ها، یادم اومد. یگان گناه کردید؟ دخترها دخل ندارند. آن کس گفتند که با تو گپ داشته است. آچه، رخشانه در وقتی رقص افتی سخت گریه کرد. یگان جای دیاره شد؟ غیر از تو کسی ندید خبر کش. کجای درد میکند؟ همه جایم نقص. من در مشق اساسی افتیدم. برای همین گریه کردم. برای هر چیزی بهوده دیگر گریه نکن. با جرأت باش. من برای آن گریه کردم که شاید در کنسر برآمد نمیکنم. تو پول برق را سپاریدی؟ ای خدا، فراموش کردم. پاگا بردم اسپارم. با کجا؟ پول برق را میسپارم. گفتم که پاگا بردم اسپارم. قرضدار بودن نمیخوام. نظارت نما که سر وقت درسایشان را تیار نمایند. خوب شده است محترم رئیسه. چی جای خنده؟ در کجا؟ میبخشید یک دقیقه. گوش میکنم. ها. نه. مرا این تکلیف شما قانع نمیکند. ما این شرطنامه را بکار مینماییم. زیرا شما موافق آن عمل نکردید. از جانب شما به اعتباری صادر شد. ها، این قرار قطعی ما. دیگرش را خودتان حل کنید و ما دخل ندارد. فکر کنید. میبخشید. ها، من آن قهوه خانه را میدانم. حتما میآیم. خوش باشید. چی؟ وای دقیق گپ زد؟ نه وای ناز گپ زد. خفه شده ای؟ تو با خودت چیکار کردی؟ حیاتت را سوزاندی. از غم و دردت افگار شدم. تو آمدی برای من نه، برای او آمدی. مدت این سالها به مردخانه ها می رفتم. مرده های بیگانه را می دیدم که اقلا جسم بیجان تو را پیدا نمایم. نه شب آرامی داشتم نه روز. به دیوان خانه ها می رفتم. از خدا التجا می کردم که در بین دیوانه ها تو را نبینم. وقتی که تو را نمی دیدم زار زار گریه می کردم و به تقدیرم تن می دادم. تو در این 13 سال
مرا به مرده های 100 ساله برابر کردی. بی انصاف. تو ذره مهر و شفقت داری. تو میدونی بی نام و نشان گم شدن چی دهشتی دارد؟ ترس. چی؟ وقتی که ترس در وجود آدم جای میگیرد، این از همه دهشت آور است. من خودم همش رو حل میکنم. با ملاقات نرو چه؟ میروم. شما خیلی وزنی شده اید. چند وقت پیش خوردکک بودید و مثل پرنده ها سبکک. من از وی سبکترم. قدیما از تو بلندتر است، فهمیدی؟ انا نگاه کن، کمکک بلند استی. تو مایده چه گنده ای؟ چرا شما جنگ میکنید؟ من میروم. دیگر نمیکنیم نروید و چه؟ ما شما رو کم میبینیم. اوچه با ما بازی کنید. اوچه با ما افسانه گویید. بود نبود. یک زن بود. او یک پسر داشت. شاهزاده خوردکک. مادرش او را سخت دوست می داشت. پسرک در دیار زیبای آفتابی به دنیا آمد. برای همین مادرش او را پسر آفتابی من می گفت. روزی از روزها شبی تاریک فرا رسید. اوچه دهشت آور است. ترسانچک. شبی تاریک آنها سخت خواب بودند. ناگهان از کجای یک قوه سیاهی دهشت انگیز پیدا شد. چرا آمد؟ برای آن آمد که پسرچه آفتابی را دزدیده برد. مادر بیچاره را سخت خواب برده بود. دیو سیاه کودک را به قصری تاریک سیاه دور خود برد. بعد مادرش چیکار کرد؟ او رو میکبرد. یک عمر میکابد او را. یک عمر؟ آخر مادر از همه زیادتر در دنیا پسرش را دوست می دارد. ما را چی؟ چی؟ شما ما را از همه زیادتر دوست می دارید؟ البته. چرا این خیلی سوال می دهی؟ زیادتر از پسرچه آفتابی؟ خب. پرویز؟ پرویز؟
تو ما رو جیغ زدی؟ بله. باند بودی؟ در حالی کار کرده ایستادم. چی بود؟ فکر میکنی یگان نفر از خشواندان به آنها گفته است؟ دیگر اهمیت ندارد کی چی میگوید. دخترها کلان شدند. خودت همش رو با آنها فهمون. نه، حال آنها خوردند. سرفهم نمی روند. آنها دخترهای با عقلند. همه چیز رو میفهمند. تو با آنها باور کن، این مهم است. نمیدونم. میترسم. همه وقت میترسم از گفتن سرگذشت خود. من برای دخترم همه شرایط را مهیا کرده بودم. معلم مخصوص، تحصیل در خارجه، برایش وقت جدا کرده نتوانستم. در آخر یکه و یگانه دخترم را از دست دادم. نه، او نمرده است. شما گفتید او را گم کردید. به نام و نشان گم شد. او را دزدیدند؟ نه، خودش رفت. 13 سال من در بارش چیزی نمیدانستم. 13 سال؟ بله، اکنون گشته آمد. دختر شما؟ دختر من زیور. احوال او چگونه است؟ بد. رحمت، این زیبا صنم کی باشد؟ او پسر است. سیاوش. سیاوش؟ چند ماه است؟ 3 ماه می شود. ما برای معاینه نزد دکتر آمدیم. با من هم پسر وعده کردند. تصور میکنی؟ با قریبی من هم تو بری مادر میشوم. مبارک باشد. سیاوشک. نام من زیور. نام من نرگس. مایلش نرگس. چرا اینقدر دیر کردی؟ کارم بسیار بود. من برات یک نویگری دارم. نوگانی را دوست ندارم، خصوصا از جانب تو. باید. دکترها گفتن که کودک ما پسرچه است. میخواهم با تو مانند باشم. با من مانند نمی شود. تو چی؟ مرا احمق پنداشتی؟ من نیرنگ های تو را میدانم. چرا اینقدر خشمگین میشوی؟ او بچه تو است.
ما و تو در این باره صدها بار صحبت کردیم. گفتم که من نیت با تو خانه‌دار شدن رو ندارم. بچه‌داری آن سو استاد. تو این گپ عادی رو یگان روز درک میکنی یا نه؟ عبید، من دیگر تو را نه دیدن میخواهم نه شنیدن. شما کی؟ اوچه در رو کشو. سیور؟ و تو چی شد؟ اوچه من معنی زندگی رو نفهمیدم. چرا من هستم؟ چرا برای خوشبخت بودنم کار کردن نمیتوانم؟ برای چی من بدبختم اوچه؟ به همه شکر گوی دخترم. به بدبختی ها شکر گفتن نمیخوام اوچه. من از دیگران چی کمی دارم؟ چرا نمیتوانم مردی رو همسر باشم و طفلی رو مادر؟ باید نمیخواد که طفلی ما به دنیا آید. و باید رو خودت انتخاب کردی. آخه من چند بار گفتم که وای به تو موافق نه. به گپم گوش نکردی. اکنون طاقت کن. با حیله نیرنگ به دلم راه یافت. حیاتم را سوزاند. او را دیگر دیدن نمیخواهم اوچه. چیز و چارت رو غندو رو به خانه بیا. دیگر با وی زندگانی نکن. اگر طفلم را از دست دهم میمیرم. میانی این همه هم دستی دست نیست و دستی کسی گیرد. چه حاجت زین عبادت ها اگر عاطفه میمیرد. من اینجا از طلبگاران توفانم، از اون که ناخدای را خدا خوانم. مرا معذور دارید، دلایلم نیارید. خودم با شانه هایم میکشانم صلیبم را به تنهایی بر رسوایی و یا با ساز زیبایی. مرا در پیش راه است کز انجامش خدایی پاک آگاه است.
از انجامش خدایی پاک آگاه